آینده این حالکو میوه میدهند میوه های شیرینکی لیکن در بر کدوم مردش تخوریم که کم و شیرین شود حالا در قشلاق چند مردک مانده مردی سزاوار نیست مثل پتی خاله شو نکرده پیر دختر میشه کم پیر میشه ما را تا نکرده میدانین کجا شدن داماد شونده های من اونا را سالی 16 مردی کاری بردن دیگرشان برای انقلاب جان دادن ماندگیشان کلک کردن سری دیگرشان سالهای 30 خوردن نیکی داماد شونده های شما می آیند البته می آیند اینا آمد یک مردکش آمده اینا خزنه پیشوازش بگیره خزنه یک دست هم باشد مردک آفرین 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 خنداتو بزنه بارکالله السلام علیکم سلام علیکم نقدشین موندن نباشین همشیرهای عزیز های گفی نو هنیکی جانای شیرین های تیاری تو نبینین پگه بزکشی بدهی بزکشی؟ زنها بزکشی میکنن نه مردو مردهای 4 کس میدیدگی؟ نه 8 کس میدیدگی ما دروغ نگوی بشوخی بشوخی پگه موبین یانا اون ده پده مردای قشلاق همسایه جمع میشوند انا یک توی شوه یک تماشا شوه کی فهمیدین؟ با مردکی بسیار بینیم سر مفر نگرده خوبت تو مبستای خیلی زنکایی که کودک دارن امروز جواب بروان کارای خونه شونه کنن تا که پگه به پروا تماشا بیاین سلامت باشین سلامت باشین خیری او خیری ایجا بیا تو دخترها را بگی و پیشی رسول منتیور برا فهمیدی؟ برای چی؟ یاردم شما لازم شای با چه خیلی یاردم؟ سیمچو را برداشتن لازم بدهید اکه فهمیدی؟ به دخترکو سیمچو برداری نمیرسید بیچاره ها که دخترو مردا نرسن دیگه کیا را روان کنم خلاصه گفت رسول شما را انتظاره پیش قبرستان ده فهمیدی؟ پیش قبرستان ده پیش قبرستان ده؟ ها برای ملاقات بسیار جای خوب انتخاب کرده وی رسول شما بفهمم چی لاج؟ ما را بریگادیر روان کرد شما را روان کرد؟ چی؟ دیگه زنهای کار دیده نبود که شما را روان کرد زنهای کار دیده؟ بچه کچ روزگار دارن همی تنه؟ البته و شما یگان بار در عمرتان سیمچوب راست کرده بودین؟ ما سیمکش شده کار نکرد خدا نکرده این سیمچوب در سر یگان تد زنه یا یگان فلاکت شود کی جواب میگه؟ من؟ نباشه رفتیم تو یک دم بستین ایجا بیاید بستین میگم یک روز استراحت دادین باز سیمچوبه به سرمون میزنین اگر من خودم میتونستم ای برگد یاردم نمیپرسیدم معلوم میشه که به مردکا کار بود نمیشه پگه بزکشی میشه همه مردها را به عشر فریاد میکنی همون 2-3 مرد موسفیده که در بریگاده بود کجا شد؟ با بزکشی دعوت کردن مردو رفتن
کو نزدیکتر بیاین. تخمی مردو کمای گفته آواز بلند کردنش بینیده دخترا. لیکن یک جهت نغزی داره. مردای کمبودی کی نداره، همه داره. اونا افتا هم داغ داره. فراموش نکن که زن و بچه هم داره. خیلی چی؟ پهلوانه تو میگم یکون بلو داره. ایمت شو. نمیدونم. اوچه گونه شدیم نانم بوده اوچه. نانم بوده. اوچه. بخید پدرتن نالد وقتی ناخورده یافتی. براوستو. خداوندی کریم کاش مدد میکردیم پگه بخت بروی زن دخترای قشلاق ما میخند. السلام خاله. سلام. دختر چقدر دیر کردی؟ جامعه من ایقه کیروی نیست. السلام. نغزی درستی؟ سادی؟ تو در کجایی؟ اینه ایجاده. یا خدای بچم قریب دل ما کفانده بودی. آدمی خانه اوتاد منصور بس نیست که با تو. به همینم که بعدی صابر منصور برخ زده کشتنش دل ما اوتاد خواتیره. بفرو بچم بفرو بچم. پگه بسکشه بچم. حالی بریگادیر مودا برنج داده اوتاد نمیدونه. بیو بچم بریم برای اوتاد آشپزیم. بیو. اینجا بهار حکمران شده. قشلاق ماده باشه عالم بر. اوجا که بهار می اومده باشه. هرچی وقت ساعت خودش داره. خود جوانی و پیری بوری که یک جا بیشتر می آید جای دیگر دیرتر می آید. این جای اوتمای حالی میاید دم میگیره. کوری منچوری وزنی نای.
اگر زنکو دا تعریف میکنم که اول خانه ای ما دا چراغ گذروندیم. کوخم بشین. کجا میره سادی؟ کوزیمیو. السلام علیکم خدای دو. و علیکم السلام. همین روز ایدم به دست تور گرفتین؟ ای دختری جان، خودی که همه زنی مرا نمیدانی. ای خبر کنی مردای قشلاق‌ها آمدم و ای کله سحر تور در دستم داده کی انا این سفیدا را میگردانی و بعد به کجا که خواهی چهار طرف قبله. ها
تا سفیدا را نغلطونی هیچ جا نمیره. غلطوندی 4 طرفت قبله. وقتای پیش مرا احتیاط میکرد. تمام روزگار خانه را در گردن خودش گرفته بود. اکنون نغمه‌هاش دیگه شده. ای صبره او صبره. هاوا ای صبره او صبره. ها پیشتر میترسیدم که در جنگ میره نابود میشه. حالی که باشه فهمیدم که نه در جنگ در کاری و نه در خانه. کجا میره؟ بزکشی؟ تا اول در بالای زینی اسب سوار شده بتال. بزکش؟ توبه بزکش به دسته؟ با ما قطعی خودت رفتنی بودم. کردگی بود. او دستا دست نیستم پرشوخن آتلاخون. خدا چی کار کنم قطیت ماری مردک. خیری خانه بدرو که سیمان لیچن میزنده. خدا چی کار کنیم. بوتم کردی کاریگر بوتم کردی کایت کاری حلال کرده بودی. چی کار میکنیم قطی سیما. خدا توبه. خیری خانه بدرو دست نرسان سی میزنده. خدا چی کاری کردی بود. مرا میکشته قطعی کارو. خدا چی کار کنیم. ایره بینو دیدی کاری کرده کتن. دیدی بداو رسول فیرات که بداو. ماما رسول بیا بریم یاردم که دادر نباشه زنه دوست نمیکنه. بیا بریم بعد خودت میبینی. از صدقه بیا. رسول شما رفتن گیرید. بیا رفتن گیرید من میام. نه من که انتظار تو میشم. ها رسول گوش کن. ها فراموش نکنی ها. با 100 باری دیگه میگمت که آبروی همین قشلاق تی میفهمی؟ ها انا همین خیل. ها تز بیایا. رسوله دادر بگی یگانی لطشه بیاو که مردکی ما بینچ کو کرد. کو بکش. چی میگو؟ نترس بکش. بیست کلوشه میگو. خیری ببرو نترس. گذر چه حاضی ساز میکنی؟ حاضر نه ماندگیشه بعدی بوسکشی ساز میکنن. خیر حاضر خیری جان. اینا کلوشه بگیرین و تماشا نمانه. ما توی درخت شکسته ازم نکنم. ای دستی خلاصی ندارم. انا شنیدی؟ هزم بعد میشه و گفت. مردک بگرد بگم آخه بس این درخت بگی هزم که بگرد. ایره حالی تو خانه گشت همی آی آخی. اکو بزکشی میریم؟ شما البته چوبندوزی میکنی نه؟ همین طوره. همین طوری؟ سنجده میبینی.
چیست دای خیری؟ بیا بریم. شما رفتن گرین من حاضر میم. چی گپای؟ اکه خدای داد درخت بالای سیم غلطانده. راستی؟ خیلی سازش کردین؟ نه بد میکنم. کارش بسیار. برای چی به بزکشی نرفتی؟ نزدی دریچه بسرم خیال زد که چه لوزی موجه رفتن. آخی مردکا برای تماشای مونی برای بزکشی اومدن. چه لازم؟ رنگ زنکای دیگه خدمه فریب دیو.
چه روز سختی بود. در این گرسنگی نان خوردنی نداریم و گندمک‌های خام می‌دروند. سلام علیکم پتی خاله. سلام علیکم. علیکم السلام. نغزک هستین؟ سلامت هستین؟ بردم هستین؟ شکر. ای غم میخرین ها پتی خاله؟ زیغ نشین. روید از پای کارتان شوید بچم. روید. غم نخرین. این روزای سختم میگذرن. ای! ای زنکا! کار کنین کو؟ این گوک‌ها گرسنگی میمیرن. من داغم یار دوست گندمک خود رو داغم کردم من داغم یار دوست این یارک رسول جان یک کبوت بکو گودک دار میشیم همین تشید چی خیل گودک؟ تو چی ترسیدی؟ شوخی نکن خیری جان التماس ای کار قطعی شوخی نمیکنن وقتی که ما چرکس شویم و خونم خیلی دیر میوی چرکس؟ ها تو من سعدی بوی ما که باز ایرا به تو گفتنی بودم اما چرا امشب شاید برای اون که
از پیشتر دیدم زیاد انتظاری کشیدم. چی دا به فکر رفتی؟ البته گش نبوده گیستی محوزی. نه من سیرم لازم نه. زینب جون ایسا نزدیکتر بیا خیلی مردم سادی بچه مالا خوی باباشم بگی بزن باشن هی آفرین خاندان. ها ای زنه کای تشنه ای اوی مشک پاکیزه تمام کرد یعنی؟ برای تمامی بریگاد همگی 2 مشک آب بود البته تمام میشه و نباشه آوردن در کار خواهی من برم با او بیارم رفتن در میره اومدنت نامعلومه بعد در لوی دریا میزنی خواه و بگه ای زنت زده خونت میبره زینب سعدی را بگی بود برین او بیورین خواهر مالش ما بگی دکسه میخریم ما حاضر خوردم ما نمیگم که تو گشنه دکسه بخریم شیرین تر میشه بگی 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 آخه روزای آخر رنگ رود کیم چه کندگی تو که در پهلام شیده ایتر سهر و سرنگم کنی خیلی مایلش ما زنکا شخره نغز میبینیم بخی بریم بخی کو بخی بیو میدانی من امروز برای چی آمدم؟ او را افتان
برای که مزن و کودک دارم او فهمن چی میگن. اگر هم قشلاقی ها فهمن چی، آخی در قشلاق یگان زنی به شوهر تا امروز کودک نکرده است. آخی مردهای بسیاری بر نگشتند. آتای ما همشون کشتند. و دشواری روزگار بسری زنکو افتید. مردایی که پشتبانی ما بودن بر نگشتن. ما میدونم زن و کودک داری. میفهمم مناسبتی ما عاقبتی خوب و آینده نیکم نداره. بین دختران قشلاقی ما یگانه‌ام که این گناه با سری خودم گرفتم. آخی کتاب زن مادر نشیده خود شدنی کاملیس میکنه. بگو مادر هرچی هم باشه تو او را باید افتانی. اگر نفتانی من تو را دیگه نمیشناسم. سلام علیکم. ای بارک الله. تیز کنین اکل. تیز کنین ها. تیز کنین. تیز بدای. تیز کنین ها. گندمای ها تایی تو هم بدره باشیدن. اگر ایجا را تیز نکنیم نریم گندمای اوجا را ندرویم خشای گندمای اوجا که ریخت تمام گندم مورد تو کم بریم. زینب جان. او زینب. بچه ها تا بگی و برین بس هریو و خویش ده. میرینه؟ خیری جان وقتش ده تو در روگری چقا نبوده چکو کده چی مزد نیست؟ او چند وقتی سردور کیش میخورد؟ مزد نباشه برا کمتر دم بگی. راستی گپ بخیر بخیر دستی کاری لازمه. یکی کسل و کسل کار کردن نشه و برا دم بگی من خودم میدروم. خوب کن بچم خوب کن. تو هم خوب کن. خوب کن آچه صدقه. خیلی آچش بوده. آچش هم ماهای آخر آینان همین خیلی بیمدار بود.
جای کاریاتم رسیدیم بچم. اوه کو بفرو بیا. شماها زنای دخترای امروزه را فهمیدن مشکل بده. ای پای کار بشه، ای من خواطر نشه. ما همه چی دا طاقت میکنم، فقط یک التماس مرا مجبور نکن که کودک مفتون به وی دیگه زیسته نمیتونم. آخی من میتونم، تو زن داری، کودک داری. وقتی اونو زامین نمیشم و یکان وقت کسی نمیفهمه که آتش کی. چی در آن قلف کرده؟ روم برود نزنه گفتم. برای چی اومدی؟ چی؟ من خونم اومدم. با خونه؟ ای کجایی که اومدی؟ همونجا بره. نفهمیدم. ای خیریه کت پرس. همشه فهمونده میتته. ای چی نغمتایی؟ او وقتی خیری جونک تا با آغوش میگرفتی
فکری به خونه برگشتن نداشتی؟ درکشو در خونه گم میزنیم. پیش خیری جونکت بره. با جان و دیل در و دروازه هاشا بروت میکشویا. در بکشو میگم. زینب در بکشو. درکشو میگم. زینب اوچه خودت گفتی که اوتم روا، پس برای چی گریه میکنی؟ آخی من نمیخواستم. نیکی وای باور کن. وای باور کن. جنگ و جوش جهانی که ها تمام شد و جنگ و جنجال این زن و شوهر هیچ نیکی تمام شود.
زینب بیا گذشته را دیگه به یاد نیاریم. به یاد نیاریم؟ مگر شکم خیری میمونه که به یاد نیاری؟ شبا به خونه دیر می اومدی و من این نادان فکر میکردم که این همش ای سرکاری ای اما ثمرشه امروز با چشمای خودم دیدم. مرا بازیچه کردنت برای چی بود؟ ها برای چی؟ یا من خری بر این زایده نمیتونستم. دلتا خالی کدی اکو دهنتا میپوشی یا نه؟ چیگرا ما پاره کردی با دهن ما پوشم. نه چی میخوایی که من گشته روم؟ ها برا پیش خرید برا. دهنتا پوش. برای چی؟ برای کدام گناه؟ برای کدام گناه؟ بابا دست برداشتی؟ شرم نمیدارن یا توبه. اوچا شاو گفتی که با چی دا اومدی رسول؟ اکو چی جایی پنهان کردن؟ ای که هم پنهان میکنی؟ زینب همشه میدانه. همه میدانن که تای ما کودک انتظاری. تو باید خونت روی. من نمیخوام تو خونه بیرون شد. ای گناه هایی. زینب مرا دو دفعه خانه پیش کرد. ما هم با جوی وی باشم. همین طرف طور میکردم. نه من دیگه پیش او رفتن نمیتونم. بگو چی کار کنم؟ سلام خاله جان. زینب جان کدام شمال را بران دخترکم بیا خوش آمدی بچیم خوش آمدی. بذار از بالای کرسی کشید و آمدنکات صدقه. آمین. هر بنده مومن خدا با پناهش نگه دارد. همه از فرزندش آساید زمان تینجی و امانی شود. آمین. الله اکبر. خوش آمدی. گیر بچی یک چای نوش. گیر چای گرم. دمت راست کن. هیچ گم نی. بیهوده نگفتن که غبار آدم میگیرد. گپ زن. چی شد؟ بس سری کار برآمده نمیتونم. بروی زن کام نگاه کده نمیتونم. تمام قشلاق میدونم. رسول مرزه. دخترم آدمی در عمری کوتاه خود چی کارا نمیبینه. ای سر و چی واقعه ها نمیگذاره. نقص کردی دل تبر بکشادی. آرام شو. برای من پیش خطان آمدم. من کودک انتظارم خاله جان. ای روزه که رسول با خیری زیستن سکت
گریه نکن دل مقام آرام شو باش. خیری همه کودک انتظار خاله جان. آدم در عمری کوتاه خود چیها را نمیبینه، ای سروش چی واقعه ها نمیگذره. که نزدیکتر شین بچم تو را یک بینم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلانک شده بچت دلوش سخت میزنه. یک پسر باز یک پسر دار میشوی، یک جایه هر دو ما کلان میکنیم. من هم نبیرناک میشوم. شکر کن گریه نکن دخترم. الهی دل پیو را آن نشاند مگر. ای مردم های چی گفت؟ های تصدیق را میکشین ما. یک دویمو چی اگر میبودم یک کلد آبت نمیدو. برای چی نمیدادن؟ برای چی؟ همسایه ای تو شوی او را ایره زده گیری فهمیدی؟ همون خیری باشه عروسک چیلش نبرومدگی وارین در خانه مزده کرده شیشته. ما واری در اینجا میاشنه نشکنه. احوال زینبی بیچاره خدا نشانته که زنک به شوهر مانه. احوالش 24 وزبین می شود. اعتباری شو داشتن بشوگی 100 بار بهتره. کیفی همو بیوا کجا باغداری دار. چی گفای؟ چی؟ شما اینجا مجلس کنی آمدین یا که کار کنی؟ کار کنم که ای تش نگیره حلق ما کاخ دکتری آنی. اگر همین مجلسی شما را آوقتی خنه کرده شوه من میارم. سعدی بچم او بیار. آزی آچه سلام علیکم زینب. نازدی؟ خای ترا علامت کرده است، قهرت کرده است. خیری باشه ای شرم حیاش کرده نمیبرویه. خی دیگه گندمای عدی را کی میدروه؟ آدمو گپ میکنن؟ ای خو گپ نمیکنن. او برای گپ هم بهانه هست، خودت میدونی. خی بعد همین خیل در خانهاتون میشینین. او یگان روز کوچه برآمدن لازم میشوه کو یا گپم نادرست؟ در زندگی هر خیل واقعه روی میته خواهد. عیده بدترش هم میشوه. خوب به یادت بیار وقتی که آته و آچت بدرغه کردن مردم همین قشلاق نبود که آخران نانشونه تقتی تقسیم میکردن. خواهر نیکی زندگی کردن در کارای کو زندگی دشواره. من میفهمم تو هم میفهمی. نیکی زندگی کردن در کارای نگاه که زنک بریگت میایه او بیاره. او را شناختی؟ زینب خیری نیستن.
نگه که هر دردش پس پیش آمده است مردک مردک او مردک لابای کو بخیست خرت آوردم خرم آوردی سوار شده ادیر سری دراو برمنه آخر دراو یه بلا باشه رفتن آمدن 100 بلاه تو زنی دلسوز من دیگه کجا میام 100 قای چشمکات بشمه خر آوردم که با دراو نیو با او طرفی کو برای هزم برای مردک جان او سفیداری که تو غلطانده بودی که ها تمام شد یک سری چون نیست که یک دمی گرم پسم برای همیش کمی کلانی تو روزم نداده که اقلا یک بارک دمی بیغم بزنم زنک جان عذابم نته توبه گویا که من تمام عمر بیکار شدم توبه خیز مردک خیز اجاد زود که خر تحیک داری تقدیری بدی ما یگون زنک رحمدل یافت نشد که زندگی کنم آخی 4 تا دمی بیغم بزنم وقتی که تو همسایه ما شدی باید که یاردمت به من برسه میگن که تو ای سیمی برق پیچکهی گرمی دهنده میسازی همین گپا راسته مکو این کارا نکردم نه که میدانم که چه خیلی میسازم برای من یه تک بساز همسایه جان التماس مرا همین جنجال زنم خلاص بکن آخر تا بیگه اقلا کمک دم بگیرم سنگ آسیا در سرم چرخ میگردونه خیرت بشید باش میره ای در سر تیره ای بالای ساسکگی رو تک جا آوردی؟ میگن که انگور بخورو باخش نپرس ایره همسایه نومان رسول تیار کرده میخواه که به همه همسایه هاش نغزی بکنه انا که تو پرسیدی من جواب دادم فهمیدی؟ اگر ای بالای ساسکگی تون مرا بزنه بکشه چی؟ خدا نگاه بداره زنه جان نخواه که خیلی فکر نه اگر یگان زنی رسول ای بلا بزنه رسول پیش زن دیگریش میرود نه که الله تو که تو سر تا در کدام قرار میزنی ها؟ در کدام قرار میزنی؟ ای احوالی تو به من احوالی سگ میگرده ای برکالله بچم اگر تو نمیشدی نمیدونم چی کار میکردم حوزی سعدی جان بچم ای نانی گرم یه شکروی با مزه کده میخوریم
سعدی نون را خودت بگی من مزم نیست. وقتی زنت خوش می شود ای جنجال خلاص ما بگی رحمت وقتی که تو مرا همه غربت زرم خلاص کردی من هم تیارم که یک عمر در خدمتت باشم. همسایه بیا بگی شراب خوبه برداشتیم تا خیری و قمری خبر میشون که ما چاینی که خالی میکنیم. بگی برداشتیم حالی وقتی دمگیری ما مردم بگی برداشتیم. اما چه بگی برداشتیم. همسایه ها بچه کو بگی آنه این گپی دیگه اینه یک زنم تولد کرد انا من نگفته دویم شم زایده میمونه انا برای این باید تایی دیگه میبرداریم کو کاش که پروردگار به من هم فرزند میداد من هم در پیش مردم با سری بلند با وقتی خوش میگشتم. صد افسوس که فرزند ندارم. بیا برای فرزند میگیریم. یک تا بگی همسایه آهای در سر خروستاکی سرخی پرچه آهای در سر خروستاکی سرخی پرچه آهای در پای خروس محسی سیاهی لحچه آهای خود میکنه خدا بپرد ای روزی که همی در قدم شد مدارم طرف کم میشه میگون که برای هر گناه روز جزا هست ما با زینب و پسرش زو میشدم شاید همه از اوهایم برای باشه
نمیتونم رسول. همسایه زن تفرد کن. چی؟ این دو زنی خودت کمی میکنه که با بستری زنی مرا آمده؟ خیری ناتاب شده است. قمری؟ هو اینجا بیا زنک، این میگه که احوال خیری بد شده، کبری ببینش. چی؟ احوال خیری بد شده؟ حاضر من میام، حاضر. نترس بچه کم، نترس. همین که کودک به دنیا آمد چشمکت روشن می شود. من همین طرف نترس. حاضر. چشمام سیاهی میکنه. نترس جان، حاضرم. انا حاضر. انا برای هم کودک که به دنیا آمد چشمش روشن شد میگم. طاقت کنید. تو اولین نی، تو آخرین نی دخترم. آب نوش، یک قلتک آب نوش دخترم. من حاضر، ندرس دخترکم، من حاضر می آیم. گوش کن رسول، دلم خواطر میکنه این خیری. یک وقتا خودش روی دست من به دنیا آمد و مادرش از عالم گذشت. حالا احوال خیری از این هم بدتر است. به دکتر بردن لازم، به دکتر. اصلا فرزند کردنی وی ممکن نبود. دخترش آورد و خودش رفت. جان مادره رنگ افته برنگی مردم آزرد بینمه کسی که نمه کفد لیسان بینمه جام مادره شیرین مادره
جونی بیبیش آرام شد. چیکار کنم؟ ای پاکا پروردگارا چی هیلات باشه؟ آرام شد بچم. هلا گروسنه گریه میکنه. بعضی کودکانی میشوند که شیر را فقط ای سینه مادر میخورند. یگان زنکی بچه دار را یافتن لازم. و این شیر ده که میمیره. چیکار کنم بچم؟ دیگه یگان علاج نیست؟ ها رسول علاج یگانه همین. دکتر آوردنم تو علاج یگانه گفته بودی. نیکی زنی مکو خیری کو خیری. اون وقت علاج یگانه همین بود که او را زود به دکتر بریم. اما حاضر کودک را سیر کردن لازم. میفهمی؟ سیر کردن لازم. تو همه کار کردی که خیری را بکشی. توبه کوی بچم توبه کوی. اکو میخواهی که کودک شم. علاج یگانه همی کمپیر که تو ایجا باید خیب زنی. شنیدی؟ استغفرالله. تو زنی مرا کشتی. خدا نگه دارد. نیست شو جلاشین کمپیر خیب زن. میروم تستر میروم. کودک متیو دیگه در نظرم ندو. حاضر. خدایا خداوندا این چه روزی سختی بود. ای خدا رسول دیوانه شده. خدایا خداوندا بندگانت رحم کن. آنها قوت بخش. چه روزی سیاهی بود. ای کجا رهی خانه مرا یافتی؟ خوش آمدی کدام شما برام؟ اپا با کودکم شیر در کار. شیر؟ این شیر بسیاره. نه با این شیری مادر در کاره. این شیر خودم بود که 4 بچه ما کلان کردم. کو بقب کنی بچه بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. بیتا دختری خوشی رویه. خدا در پناهش نگه داره. خود خیری. ما بچه تا بگی. پایو قدم اینا مبارکی بچه بود که شیری سفید ریختی بچه شون قدم ای برا. برا میگم. برا. برای چی؟ برا. زاریت میکنم. برا. برای چی؟ نزد زنت نرفتی؟ او زینبت هم کودک نوزاد دارد. شیر دادم میتواند. برا. برا. با تو چی شد؟ همشیره. برا. باکی گفتم برا. نزد زینبت برا. بچه تا وای مکنه. من نمی مکنم. برا گفتم. دیگه به خونه من نیا. برا گفتم برا. دیگه اینجا نیا. مردم ها چی گپ شده است؟ برا. برا کودک حرامی تا بر. دیگه نیا اینجا. برا. چی به این صافیه؟ برا گفتم. چی به رحمی؟ برا. 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 برا.
دیگه نمیتونم. طاقتم طاق شد. همسایه همسایه جان چی دیوالا قبیده شدای؟ عیب در این نیستن. عیب در این همی چیزه که گرم کنه که ساختگی خطای آخی. من گفتم سیم از سخت کنم که همه شراغا مور. همسایه عیب در این نیستن. عیب در این همی چیزه که ساختگی خطای میگم آخی بچه نمیفهمی. امیر اساس که همسایه جان التماس بچه چو کسی تو؟ تو بگو بمیدو تو مرا ایدافم پیش میکنی. من گناهکارم. یکی گناه نداره. این کودک بیگناهی. میلش من میرم. بگه تو فقط تو میتونی او را نجات بدی. زینب التجا میکنم. زاری و تولا میکنم. کودکوی ما بیوتا نمردیان. دختری تام بیوچه نمیمره. اینا مرد. اوچه
دخترک شیرینم حاضر میکنم تازه میکنم بچه من حاضر انا همین تا انا او بریزیم بچه توی باش اوچه دختر اوچه نداره کو آی وای خونه خورد بچه داکره پیچه انا حاضر بای گرم میکنم نامی دختر اوتم چی؟ همه کودکان نام دارن کو؟ گریه نکن بچه نشانه گریه نکن نشانه خیری اصلش ما باید نامی خیری را ای دیوار میتروشتم نیک قسمتی ما پیوسته بوده درست اول بوتد بعد بوی کودک مرده را به بدی یاد آوردن نقص نیست ای بله ها خیل خیر بچه نازی سلامتی اوچت خونه دای کو بودو یک دم فیروچ کرد اوچه اصلا سلام علیکم کو بیاین خونه برین بیاین برین نه وقت نیست یک دم اینجا بیو سعدی بچم برای چای بیار کو بیا اینجا بشی دیگه نغز هستی سلامت هستی تنج هستی اختم شکر میشود کودکات نغز هستن رحمت برکالله خای میگون که ایگان جو پول مول انتظار هستی پول؟ ها نه خط چی؟ خط نه چی خیلی که نباشه روان کردن در پوچتای جمعه بودم دخترها گفتن که همیره برسانم ما که وعده داده باشم اجرا میکنم خودت میدونی کو ای کی ای کریم رسول زاوتی پخته همینجا یک یک امضا تمون ما صدقه نمیگیرم صدقه؟ ای خواهر اگر پول در لازم نباشه بچه هرکات در لازم میشه میفهمی؟ مرا دستم نشکسته میفهمین من خودم میجنبم یک برده نان میام خودم کلانشون میکنم خدم ای شما زنا را فهمیده نمیشوه این سختی زمانه شما را همین خیل کرده است که فقط امیدتون به خودتانه او تمامی عمر همین خیل زندگی کردنین ای مرگی کاراتان زینب میدانم که یگان گناه با پول خریده نمی شود فقط میخواهم که توی بچه هات محتاج نباشین عذاب نکشین برای همه آخری هر ماه پول میفرستم
اگر تو زینب با جای مسری کودک‌ها را بعضاً سیله کن. اونا گناه ندارند. اوتا سلام علیکم. سعدی؟ باشی کو باشی تو چی خیلی مرا یافتی؟ گفته اخی یافتم اوتا جان. در بود بمرم. ای چیه؟ بچم؟ اوچم گفت که من خونه خالای خیری برم و صورت گیرم بیارم. برای چی؟ برای که اوچم گفت اگر نشونه کلون شد باید اوچه بشنوسه، اوچه خچه بشنوسه. نشونه؟ او نشونه دختری خالای خیری نشونه نام داره. حاضر بچم حاضر. تو بسیار نقص کردی که آمدی. اینه پولا را من دینه گرفتم. اکو خودت میبری من روی کردن نتانستم. نه در کار نیسته. اوچم گفت جنگ تمام شده. اکو ما نانی میخوردگی مونه خودمونم یافته میتونیم. اما هیچ چیز لازم نه. چی شما پولای مروی کرده را صرف نکردین؟ نه بچم صرف نکردین. پولای شما روانه کرده را اوچم بسته مونده. میگه که نشونه کلان شوه به خودش لازم میشوه. اقلاً برای خودت یگان چی میگرفتی؟ کجا رفته باشه دلم خواطره.